وقتی که حبیب خدا صلی الله علیه و سلم شب معراج رفته بودند، برگشته آمدن 27 سال از بین گذشته بود. آمد و به مردم گفت من وقت شب معراج رفتم، در دستم آب طهارت بود، همونجا گذاشتم، رفتم و برگشتم آمدم 27 سال از بین گذشته بود. وقتی میگه همون آبی که گذاشته بودم همون خیلی گرم ایستاده بود و حولش برآمده ایستاده بود. میگه یک یهودی در همونجا بود، گفت ای محمد، تو یک دروغ بگی که مردم تو را باور بکنه. چرا دروغ میکنی مردم را؟ چگونه تو رفتی 27 سال از بین گذشته است، آمدی باز همون آب همون خیلی گرم حولش برآمده ایستاده است؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چه آداب خوبی داشتن. میگه خنده کرد و به سویش چیزش نگفت. میگه وقتی یهودی از نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیرون شد، به خانه اش آمد، همسرش گفت ای مردک، در خانه چیزی نیست؟ بیرا یکم ماهی است، یکم چیزی گرفته بیار برای فرزندانمان. میگه بسیاری یهودی ماهیگیر خوبی بود. میگه همون شست خود را گرفت و به لب دریا رفت. لب دریا رفت، میگه به ماهیگیری میگه مشغول بود، بسیار هوا گرم بود. یهودی خواست یک آبازی کند. میگه این یهودی بسیار ماهیگیر خوبی بود، شست خود را گرفت، میگه به لب همون دریا رفت، ماهی گرفت و میگه همون خادهکش در همون جا روز کرد. داخلی میگه آب شد. یهودی میگه از آب بیرون شد که خدا زن گرداندش، خدا صورتش را دختر کرد، چنان زیباش کرد. پسری پادشاه میگه همون تا گذر میکرد، نگاهش کرد، دید، عاشقش شد. فرما داد که این را بیارین یا ما با همسری میگیرم. میگه وقتی که این را گرفتند و آوردن، در نکاح پسری پادشاه در آوردن. میگه بعد از این 7 فرزند تولد کرد. و بعض روایت ها میگه چنانه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته بود که تو چگونه 27 سال از بین گذشت، تو یک شب معراج رفتی آمدی، 27 سال از بین گذشت و آبت همون خیلی گرم. و بعض روایت ها میگه 27 سال میگه خداوند از بین همه گذرانده بود. در 27 سال میگه 7 فرزند تولد کرد. بعض روایت ها خیلی از این دم زیاد میگن، بعض روایت ها از این دم کم میگن، الله اعلم. وقتی میگه روز میگه این یهودی که خداوند این را به صورت زن در آورده بود، یعنی پسر پادشاه را همسرش، روز میگه با دوگانه های خود به لب دریا رفتند و هوا خیلی گرم بود. میگه آبازی داخل دریا شدن. میگه وقتی یهودی میگه از آب بیرون میشوه، خدا مردش گردانده و مثل همون اصلی که پیشینه بود همون خیل شده است. زنهای در گیردش بودن در حیرت افتادن و انسان این حالت که بینه در ترس می افتد. میگه این یهودی نگاه کرد، میگه همون ماهیایی که گرفته بود در داخل ستیل همون خیلی جنبیده ایستادن و خاده‌ای که ماهی میگرفت در نزدش همون خیلی ایستاده است. وقتی این حالت دید میگه بسیار گریان شد، در حال ماهی ها را گرفت و به سوی خانه حرکت کرد. داخل خانه شد که دید زنش روغن را مانده است و همسرش گفت مردک آمدی؟ خودی حاضر روغن رو هم گذاشته بودم. الله اکبر. یهودی باز این حالت که دید گفت ای همسرم، یک واقعه از سرم گذشت، اگر نقل کنم باور نمی کنی. گفت وقتی من به ماهیگیری رفته بودم، خدا مرا زن گردانده بود و پسر یک پادشاه مرا گرفته بود، از من 7 فرزند به دنیا آمد و باز 27 سال از بین گذشت و من آمدم. میگه
داخل دریا. باز همونجا خدا مرا مرد گردان، آمدم نگاه کردم همون ماهی ها همون خیلی زنده جنبیده ایستادن. الله اکبر. میگه من در حق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چون این سخنهای زشتی را زده بودم، خدا مرا به همین اوحال گردانید. میگه در حال ماهی ها را گذاشت و به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت مرا ببخش، خدا نیز مرا ببخشد. همون لحظه میگه ایمان آورد. ببینین برادران عزیز، در حق پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چه گمانی کرد و خدا به کدام اوحال افسانیدش. امروزها بسیاری از جوانها هستند که در معجزه های پیامبران باور ندارند، در کرامات های اولیاها باور ندارند. هر یک کاری میکنند تا به چشم نبینند باور نمیکنند. و مثل ابو جهل، کجا یک محمدی باشه میگه اوجا یک ابو جهلی هست. ابو جهل که مثال معجزه های پیغمبر میدید باور نمیکرد. این گونه شخصیت ها امروز زیاد هستند. برای ما و شما بسنده است یک چیز، با بودن خدا باوری داشتن ما بسنده است که پیغمبرها بودند. قسم به ذات پاک بسیاری از جوانها باور ندارند که خدا وجود دارد. برای باوری ما و شما یک چیز بسنده است. چی؟ کاری کنید که شب نشود، کاری کنید که روز نشود، کاری کن بیمار نشوی، کاری بکن که نمیری. این همین برای ما و شما بسنده است. البته هم بیمار میشویم، هم شب میشود، هم روز میشود، هم میمیریم. هیچ چیز از پیش خود چیزی نشد، هیچ آهن خنجری تیزی نشد. یگم چی از پیش خود یگم چی نمیشود. این شب و روز کی میکند؟ خدا میکند. کی ما اوتر بیمار میکنه؟ الله میکنه. کی جان ما اوتر میگیره؟ الله میگیره. برای ما و شما دامولای امر معروف کننده لازم نیست. انسان قبر یا تابوت را بیند باید که عبرت گیرد، بداند که روز از روزها ما هم همونجا میرویم. این قصر و این خانه و این چیزی ما و شما ان همون قبر است. این ماشین های زیبای ما و شما میگیریم ان همون تابوت است. این لباس های زیبای ما و شما میپوشیم ان همون کفن است. کفن است. الحال که وقت هست فکر کن تا اینکه پشیمان نشوی. پشیمانی ندارد عاقبت سود. این سخنها تنها برای جان ما و شما هست. خداوند نگهبانتان باشد، در حقمان با دعا باشد.